سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور سلامت باشید. هر جدیدی هستی خوش آمدید به یکی از برنامه‌های جدید ما که تازه این برنامه ما بعد به نشر رسیده است. در این برنامه ما میخوایم برای موسی جان پسر مامان به مصاحبهشون شروع چه روزگار زندگیشان میگذره، در یک روز چی کارا رو انجام میدن. سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحت سلامت باشید. خوش آمدید به یک ویدیو جدید ما که از یوتیوب چنل ممشن محبوب ما را میبینیم. زندگی چطور میگذره؟ خوب است. امتحان چنیوان بخیر خلاص شد؟ خلاص شد. رخصتی هم خلاص شد دیگه، الان مکتب میریم. سبا هم داده سبا خلاص. مثلا چند سال هستی؟ من نو امسال نو مثلا چند هستی؟ یه خلاص چیز؟ محمد بسیار از ولایت‌های لغمان جای میباشه. از کوهستانی. کوهستانی؟ محمد از هر جای میباشه. و از کدام یا خاطری خوش داره زیاد به زندگی خوش داشته میشی؟ یه خاطری یک روز ما به می طرف شمالی بگران سیاد میرفتیم، خلاص شد میامدیم به طرف خانه که به ما زنگ آمد که خور بریم. خود تبریک باشه. کدام ولایت زیاد خوش داری؟ لغمان. چند ولایت رو هم گشتی؟ زیاد ولایت ها گشتیم، یک شش هفت از کدام ولایت هستی؟ از لغمان. بسیار خوب. ورزش میکنی یا نه؟ کم کم کدام ورزش رو زیاد خوش میکنی؟ میخوای داینده بازی میکنیم. فوتبال زیاد خوش داری؟ یادم داری؟ آره ما قرآن کریم هم میخونی یا نه؟ چند سپاره رو خوندی یا دقایق هستی؟ شش هفت سپاره رو. شش هفت سپاره. کدام غذا رو بیشتر دوست داری؟ کدام غذا رو زیاد غذاها رو خوش دارم. یک غذا رو خوش دارم که همون لغمان میخورنش که اینمی که چی نمیخورن شوله رو. لغمان هم زیاد پیزا خوردم. کم نداریم بخوریم؟ دوست میباشه بسیاری از مزدار است. تا به دیگه سوالات شروع کنیم. یک بازی انجام میدیم که سوالات میباشه که سه چیز میباشه. پرسشی، سوالی و ضرب مثل. کدامش انتخاب میکنی؟ پرسشی میتونی که نه؟ خب سه تا کشور رو بگو با ای که جی شروع شده. ای افغانستان، که کوریا، جیم جرمنی. جیش جرمنی. چرا المپیک ایران رو که میشناسی به کدام کشور هم سفر کردی یا نه؟ به کدام کشور کردیم؟ تنها ما زیاد کشورها رو نرفتیم، تنها یک دو دمی خود افغانستان هم گشتیم زیاد. نه کدام کشور رو گشتی؟ رفتی؟ از افغانستان؟ هند؟ در هند؟ یک خاطری خوش زندگی که هر کس که میباشه این دوران مکتب که جنگ عبد میکنن نه؟ حال تو کدی در مکتب و یا هم در جای دیگه؟ در مکتب یک دفعه کردم که باز او وقت هم دیگه ما او را که چیز گفتم باز هم زورش نرسید که قلم وار کرد. اوگار نشدی؟ اوگار شدم، میتونم بخی زیر رفته بود، غار شده بود یکی زیاد؟ زیاد غار شده. جنگ خراب چیز است. در کشور ما در جنگ که میگه 40 سال جنگ کرده مردم چی جور شده. ما نباید جنگ کنیم. جنگ چیز خراب است که وطن خراب میکنه و هم مسلمان که مسلمان دیگه جنگ میبته شیطان. به نظر زیباترین نام در دین اسلام کدام نام است؟ حج. اسم نماز. اسم نام افراد. پیامبرا دیگه. یک نام بود در دین اسلام. دوست عزیز این محمد در یادم آمد که یک روز دمی سوشل میدیا میگشتم، یک ویدیو رو دیدم که یک خارجی بود، نمیفهم از کدام کشور بود، که میگفت اوش مسیحی میگفت یک بیشترین نام زیبا نام در جهان کدام نام است؟ او میگه محمد، که به 1.5 میلیون نفر به نام محمد میباشه. یعنی دین اسلام اینقدر با خوب است.
دین اسلام در همه جا موفق می باشه، هیچ وقت شکست نمیخوره و بخیر مهاجرین افغان ما هم که از ایران اخراج شده به خانه هاشون برسن که ما دعا رو میکنیم. کدام میوه رو زیاد دوست داری؟ میوه با گفته کن تا پاچای میوه هاست. داینده میخوای چی شوی؟ داینده میخوایم دکتر شوم، پیلوت شوم. این دو دانش هست. دکتر شی با میدی شرم بریم پیش تو. دکتر چی میشی؟ خدا نکنه. دکتر چی میشی؟ دکتر دلم هست که اینمی یک آرزوی مرا پوره کنم که امی دکتر شوم که یک بلندنظر شفاخانه داشته باشم. یعنی دکتر چی میشی؟ دکتر دیگه هر چیز باشه. یعنی دکتر با گفته کن تا دارشون دیگه کار کنم. داخله یا آه. داخله نه یا سر و پا. بسیار. خب خیلی دوستان عزیز در چند روز پیش یک دو روز پیش یک پوست گذاشته بودم در چنل یوتیوب ما که میخوایم یک ویدیو خیره بسازیم که در او ما میخوایم به مهاجرین افغان و افراد هموطنان ما که غریب میباشن نان خوردن خود را ندارن که به سختی کار میکنن که به کراچی اونا باید به ازا کمک کنیم. یک شماره گذاشته بودیم که میخوایم به ازا کمک کنیم و کسانی میخواید دیش کمک کنه دیش شماره زیل به شماره واتساپ زیل به تماس شوند که اینجا میایه مسیج ما که ما برایشان راهنماییشان کنیم و بگوییم در اینجا کمک کنید تا وقتش معلوم شود. دوستان عزیز این بود برنامه ما مصاحبه ما و موسی جان. خوش شدم من برات مصاحبه کردم. نباشی. دیگه دوستان عزیز خدا حافظ تا برنامه های دیگر ما لایک سابسکرایب